خب اول از همه قبل از این که بخوایم پیچا رو شل کنیم چند تا چکش میزنیم که پیچا خودشون رو ول کنن. بعد پیچا رو با پا شل میکنیم. بعد از اینکه پیچا رو شل کردیم جکمون رو زیر ماشین میزنیم. بعد اینکه جک رو زدیم نگاه میکنیم چرخ آزاد باشه. بعد پیچا رو باز میکنیم، دونه دونه در میاریم. بعدش هم که چرخ رو از جاش در میاریم. حالا اینجا میرسیم ببینیم یه دونه خار داره، به مجموع خاراش میگن خارای خرچنگی. خار رو در میاریم. 2 تا پیم داره، 2 تا پیما رو هم در میاریم. خار دوم هم در میاریم از جاش. بعدش با یه دوسو میندازیم پشت لنز و کالیپر ترمز رو جمعش میکنیم. بعد لنتش رو در میاریم با چکش، معمولا گریم پاژه به خاطر گرد و خاک لنت که زیاد میره توی کالیپر گریم پاژه، به خاطر همین چند تا چکش میزنیم که بره عقب. بعدش با 2 تا دوسو یا با هر چیزی، با یه میله کالیپر رو جمع میکنیم. اینجا با همون خاری که اول در کردیم روی لنز میتونیم این گردگیرا رو بکشیم بالا، همینجوری که دارم بهتون نشون میدم. رویشون روغن بزنیم. حالا من چون روغن زده بودم اینجا انجام ندادم و اینجوری روون میشه. 2 تا گردگیر هم از داخل داره، اونا رو هم به همین صورت میتونیم بلند کنین و زیرشون روغن بزنیم برای روونتر شدن. همینجوری که نشون میدم بهتون بلندش کنیم، زیرشون روغن بزنیم و بعدش هم که دوباره با یه دوسو عقب جلوش کنیم تا روونتر بشه. چکش هم معمولا برای این کالیپرها میخواد که خیلی گیرن. حالا من زدم که بهتون کامل یاد بدم. توجه کنین، دیدین بعد همینجوری روون بشه. بعد به خاطر این روون کاریمون گردگیرا در میاد. دوباره گردگیرا رو به همین صورت جا میزنیم سر جا. اینجا همینجوری که دارم بهتون نشون میدم 2 تا تیکه فلز داره برای بالا پایین لنت سمت چپی که لق نزنه سر جاش. اگر نداشتم میتونین از هر لوازم یدکی تهیهش کنین. لنت هم به همین صورت که بهتون نشون دادم، خار به سمت چپ سر جاش میزنین، سمت چپ پایین. اینی که لنت هم جا میزنین. البته من اینجا از لنت نو استفاده نکردم چون لنت داشتم هنوز. شما میتونین لنت نو تهیه کنید. بعدش هم که خار رو همینجوری که دارم دوباره بهتون نشون میدم جا میزنین. پیمش هم جا میزنین. اول پیم بالا رو جا بزنین بهتره. بعدش هم که پیم پایین جا میزنین. خارا رو میندازیم سر جاش، یکم بکشیم بالا که به دیسک نخوره. حالا نوبت خار دومه. این خار دوم هم میذاریم توی اون سوراخ پیم. اینجا بهتون نشون دادم که راحت تر باشه کارتون. تیکه پایینش هم جا میزنیم. معمولا چون با دست نمیشه جا زد، از یه انبار دست کمک بگیریم خیلی بهتره. بعد یکم میچرخونیم پیما رو که تیپ بشه. خارا رو که جا زدیم، بعدش هم که ماشین رو روشن کنیم. ترمز رو بزنیم که پر بشه، بیاد بالا صفر بشه. چون به خاطر اینکه کالیپر رو هل دادیم عقب، ترمز آماده کنیم. بعدش هم که چرخ رو بندازیم بالا، پیچا رو گیر بدیم تا ته برسونید. بعد اینکه تا ته رسوندید میتونید جک رو بیارید پایین. بعد اینکه جک رو آوردید پایین، دوباره با پاتون سفتش کنید پیچا رو.
بعدش هم که قالپاقو جا بزنین و تموم.